السلام علیکم دوستای عزیز، انشالله که همتون جور آرام و صحتمند باشین. بازم دوست شما لطیف مهربان هستم. امروز عزیزان به شما یک ویدیو نو ما آوردیم، یک طریقه نو در یوتیوب به شما ما میخوایم به معرفی بگیرم که چطور شما میتونین برای هر ویدیویی که شما اپلود میکنین یا خودتان فرض کو در مورد چه معلومات میتونین یا ویدیو رو اینجا پیدا میکنین اپلود میکنین، چه قسم ویو دیدیاتی و چه قسم یک نفر بتونه تا سرچ کنه و او ویدیو شما را با آسانی پیدا کنه. خب شروع از همه قسمی که همیشه به شما یک خواهش میکنم، من صفحه فیسبوک ما لایک کنین و همچنان این چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنین تا سابسکرایبر من بیاد چه و لایک من بیاد چه و من خوشحال شم، شما هم خوشحال شوین. درست است؟ خب میایم به ای که چه قسم ایره مازیت ما و شما فرض کنین نشان میتم این ویدیوی خودم کشتوی چی داشت شما امی ایره که میگه هشتگ میگیره. درست است که امی هشتگ شما چطور استفاده کنین و هشتگ چی است. درست است؟ ایره براتون میخوایم بمدم. ما فرض میام در مورد ویدیوی خود سرچ میکنم. درست است؟ لطیف مهربان سرچ میکنم. درست شما ببینید میبینید دوستان عزیز، این ویدیو رو ما تقریبا نو اپلود کردیم. شما سعی کنید این ویدیو در اول ما در نظر به دیگه ویدیوهای ما. درست است؟ دیگه ویدیو ما قبلا هم از ویوم زیاد داره، اما این ویدیو رو سعی کن 19 ساعت پیش 16 ساعت پیش ما این اپلود کردیم. درست است؟ ویو ادیم کم است، ویو ادیم کم است، اما شما میفهمید که چرا این در سرچ ما در اول ما. درست سعی کن ما بالا از ویدیو کلیک میکنم. درست شما سعی کنید ما اینجا استاپ میکنم، اینجا شما سعی کنید این هشتگ است. درست که اول چی نوشته کردم میوزیکلی بعد نوشته کردیم لطیف مهربان. ما اینجا چی سرچ کردم؟ نام خود سرچ کردم لطیف مهربان. اما میفهمین این خوبی از چی بود؟ خوبی از این هشتگ بود یا هشتگ شما میگن. درست است؟ از این هشتگ خوبیش بود و با کمک همین هشتگ امی پیدا شد اول. خب حالا گپ دیست که چطور ما میتونیم استفاده کنیم و کجا میتونیم ما این هشتگ نوشته کنیم. البته این هشتگ تقریبا 2 هفته یا 10 روز میشه که ایره نو یوتیوب به معرفی گرفته این هشتگ را. درست این هشتگ را ایره 2 هفته میشه که یوتیوب به معرفی گرفته، همین 2 هفته به این سوی شروع شده. اگر این قبلا شما میتونید که تگ نوشته کنید. درست است؟ در ویدیو رو که اپلود میکنید تگ میتونید ما به شما تگ هم نشون میدم تگ هم شما در کجا نوشته کردم میتونید. درست است؟ اما این شما سعی کنید ای آماده که فعلا در ویدیو در یوتیوب ای خوبی پیدا شده، قبلا این فیچر رو نداشت یوتیوب. درست است؟ حالا میام میگم به شما که تو از کجا شما میتونید اینا نوشته کنید. درست است؟ اینا میام در چه اکانت خود میام شما سعی کنید. دوست عزیز شما یا سعی کنید اپلیکیشن میوزیکلی چیست و چگونه با آن پول دریافت کنم این ویدیو ما شما بود. درست است؟ اینجا سعی کنید دوست عزیز شما اینا کجا میتونید نوشته کنید؟ شما اینا میتونید در دسکریپشن ویدیو تون نوشته کنید. درست است؟ این ویدیو تون در مورد این خو تایتل ویدیو تون شد. درست است؟ این تایتل ویدیو تون شد، این در دسکریپشن و این چی میه ایمیه در تگ. این تگ است دیگه شما میتونید تگ کنید. فرض کنید یک تگ دیگه نوشته میکنم، فرض نوشته میکنم که کابل. درست کابل فقط انتر بزنید چی شد؟ این تگ شد. درست است؟ اما این چی شد؟ این هشتگ شد. این هش ایش هم شد تگ. درست است؟ فقط میتونید شما اینجا بسیار زیاد هشتگ نوشته کنید، میتونید داتا نوشته کنید، اما در یو چنلتون چرا نشون در ویدیوتون چند نشون میده؟ قسم شما این سه تا اولش فقط نشون میده. ببینید فقط سه تا اولیش نشون میده، دیگه نشان نمیده. دیگه شما کوشش کنید سه دانه بسیار فرض کو یک ویدیو پر میکنید شما در مورد کابل. درست است؟ در مورد کابل ویدیو پر میکنید، دیگه نه هشتگ شما باید چی باشه؟ باید هشتگ شما اینجا باشه هش یعنی نوشته کنید کابل. درست است؟ که باز هر نفر اگر در مورد کابل سرچ میکنه باز اول این ویدیو شما ظاهر میشه، اول در سرچ ویدیو شما میبود. درست است؟ اقسم کار کنید دوستای عزیز. دیگه این فیچر قسم گفتم فیچر نو یوتیوب به مردم خود ارائه کرده، یعنی مردم میتونن این فیچر جدیدن استفاده کنن و به این طریق میتونن که اما ویدیوی شما بالا بره. به خاطر که این مشکل همگی داشت، همگی مگه ما بسیار ویدیو خوب پر میکنم، معلومات بسیار جالب میتم، اما مشکل دیگه است که میگه من نمیتونم ویدیو ما میگه ویو نمیگیره. مشکل بود در یوتیوب و مخاطر یوتیوب این فیچر نو اضافه کرده یوتیوب که تا ویدیو هر نفر که ویدیو اپلود میکنه ویدیو بسیار با آسانی
ویو بگیره و مردم از آن مستفید شود. درست است. خب دوستای عزیز، این بود در مورد هشتگ، ویدیو ما در مورد هشتگ. دیگه انشالله که شما چیز مخته باشین و از این هشتگ ها حتما استفاده کنین. حتما من در هر ویدیو خود بعد از این هشتگ استفاده میکنم، به خاطر بسیار مفید است. قسمی که شما که به شما نشان دادم، من نام خود سرچ کردم، اول ویدیوهای من امی ویدیو من، البته که دیگه ویدیوهای من از این ویدیو که زیاد ویو داره سابقه من سبا میفهمم چرا ما، به خاطر همین هشتگ ها بود که می ویدیو ما در اول بود. درسته. دیگه دوستای عزیز، انشالله که شما آموخته باشین از این هشتگ که از این استفاده کنین. و دیگه امروز در ویدیو چیزی گفتنی ندارم، فقط درباره این هشتگ بود. و شما در آخر باز تقاضا میکنم که صفحه فیسبوک ما لایک کنین و همچنان یوتیوب ما سابسکرایب کنین تا سابسکرایبر ما و لایک ما زیاد شد و من تشویق شد به شما از اینکه ویدیوهای خوبتر و وبسایت های خوبتر به شما به معرفی بگیرم. تا ویدیو بعدی دوستای عزیز، همتون رو به خدای پاک میسپارم. خدا من نگهدارتان. وقت خوش. خداحافظ.